حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در چند سخنرانی اخیرش به مسئله همه‌پرسی و اجرا نشدن اصول قانون اساسی اشاره کرد. آقای روحانی گفته که در شرایط امروز جامعه که شرایط جنگ است و نیاز به فرمانده دارد، آیت الله خامنه‌ای فرماندهی را به او واگذار کرده اما او اختیارات فرماندهی ندارد. رئیس جمهور ایران تاکید کرد که همه‌پرسی در هر مقطعی می‌تواند راهگشا باشد و رجوع به آرای مردم نشان خواهد داد که در نظام جمهوری اسلامی بنبستی وجود ندارد. اینکه درخواست‌های مکرر آقای روحانی برای برگزاری همه‌پرسی و داشتن اختیارات ویژه در حوزه سیاسی ایران چه معنایی دارند، موضوع برنامه چشم‌انداز است. به برنامه چشم‌انداز خوش آمدید. من پویا عزیزی در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود و موضوع برنامه را با کارشناسان در میان خواهم گذاشت. حسن روحانی همچنان برای گرفتن اختیارات بیشتر اصرار دارد، اما این خواسته او مخالفانی هم دارد. رؤسای جمهور پیشین ایران هم از نداشتن اختیارات کافی شکایت داشتند. چالش‌های رؤسای جمهور ایران برای داشتن اختیارات بیشتر در دوره‌های مختلف موضوع گزارشی است که خواهید دید. پس از این گزارش گفتگو با میهمانان را آغاز می‌کنم. درخواست اختیارات ویژه، درخواست حسن روحانی رئیس جمهور ایران از رهبر ایران. او شرایط کنونی را جنگ اقتصادی خوانده و خواستار تمرکز تصمیم گیری و اختیارات ویژه شده، اختیاراتی که هنوز به روشنی تعریف نشده است. در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نیز در تصمیم گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم. سخنان روحانی بلافاصله با واکنش عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مواجه شد که در صفحه توییتر خود نوشت همه رؤسای جمهور طبق قانون اساسی اختیارات وسیعی داشتند و در این دوره آقای روحانی حتی اختیارات بیشتری هم دارند. آیا از این اختیارات گسترده برای حل مشکلات کشور استفاده شده است؟ چند روز پیش هم ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه به سخنان روحانی عکس‌العمل نشان داد و گفت رهبر جمهوری اسلامی به همه قوا اختیارات کافی داده است. اما شورای پشتیبانی جنگ که روحانی تشکیل آن را در شرایط کنونی ضروری می‌داند، در سال 1366 و در دوران جنگ با عراق به دستور آیت الله خمینی و به ریاست علی خامنه‌ای رئیس جمهور وقت تشکیل شد. اما پیش از حسن روحانی، محمد خاتمی هم به میزان اختیارات رئیس جمهور اعتراض داشت. آنهایی که رئیس جمهور را فقط رئیس دولت می‌دانند، نه مجری قانون اساسی، می‌خواهند رئیس جمهور تدارکاتچی باشد، ولی معتقدم با عمل به قانون فعلی هم که دارای کاستی‌های زیادی است و ضمانت اجرای لازم را ندارد، رئیس جمهور تدارکاتچی نیست. حال بار دیگر با تحریم‌ها و فشارهای حداکثری آمریکا و شرایط بحرانی کشور دوباره بحث افزایش اختیارات رئیس جمهور مطرح شده و ابهامی که به نظر کارشناسان در تعریف اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی وجود دارد. شاید روحانی امیدوار است از این طریق مراکز تصمیم گیری را محدود کرده و اختیارات رئیس جمهور را برای گذر از بحران افزایش دهد. اما اینکه اختیارات ویژه قدرت چه نهادها و افرادی را محدود می کند، می تواند در تعیین سرنوشت این درخواست مؤثر باشد. آزاده شفیعی، ایران اینترنشنال. در همین رابطه گفتگو می‌کنم با عبدالله مهتدی دبیرکل حزب کومله کردستان اینجا در استودیو و حسن شریعت مداری فعال سیاسی که از طریق اسکایپ همراه ما هستند. آقای مهتدی خوش آمدید به برنامه چشم‌انداز. موضوع بحث برنامه مشخص اختیاراتی که آقای روحانی گفتند که ندارند و خواهان اختیارات ویژه شدند و همینطور همه‌پرسی که
گفتند اگر برگزار بشه دیگه جمهوری اسلامی بنبستی نخواهد داشت. به نظر میرسه که وضعیت آقای روحانی از زمانی که انتخاب شدن تا زمانی که آمریکا از برجام خارج شد یک مقدار متفاوت بود با زمانی که آمریکا از برجام خارج شد تا الان. فکر میکنید که چه تحول استراتژیکی شکل گرفته در موقعیت آقای روحانی از زمان خروج آمریکا از برجام تا الان؟ ببینید، به طور کلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی در کنار همه معایب اساسی که داره، ولی این مشکل و تناقض رو هم داره که تکلیف قوه مجریه کاملا مشخص نیست. مقامی به اسم رهبری که ولایت فقیه هست وجود داره در عمل، هم مطابق قانون اساسی و هم بیشتر از اون در عمل خیلی از اختیارات رو داره. در حوزه سیاست خارجی کاملا در نیروهای مسلح و فرماندهی کل قوا، کاملا در سیاست‌های امنیتی، کاملا سیاست‌های کلان اقتصادی، حتی در عزل و نصب‌های جاهایی مثل تلویزیون و غیره و اینا همه هستن. یک چنین مقامی هست اما مسئولیت پذیر نیست. قرولند میکنه سر بقیه ولی تصمیمات رو خودش میگیره. بنابراین این گله و شکایت از سالها پیش وجود داشته که رؤسای جمهوری اسلامی ایران فاقد قدرت اجرایی کافی هستند. شما فقط توجه بکنید این همه، حتی نه فقط در مقایسه و در قیاس با قوه مجریه، در قیاس با قوه مقننه هم همینطوره. بگذاریم از اینکه این مجلس واقعی دموکراتیکی نیست، ولی هرچه هست همه یادشونه که ملاحظات و پیشنهادهای خیلی زیادی روی برجام داشتن، صدها فکر میکنم، ولی که نماینده بیت رهبری آمد مجلس و گفت آقا گفتن که قضیه رو حل کنید، کشش ندید. در عرض 20 دقیقه برجام تو مجلس هلهلکی تصویب شد. یعنی اختیارات رهبری بالاتر از قوه مقننه، بالاتر از قوه مجریه، بالاتر از قوه قضاییه است، اما در عوض مسئولیت پذیر نیست. این مشکل هر زمان خودش رو به یک نحوی نشون میده تو کار کشور. حالا در این دور اخیر که مورد سوال شماست، به علت فشار حداکثری اقتصادی آمریکا روی ایران و اثرات بسیار فلج کننده‌ای که روی اقتصاد داشته و بیشتر هم خواهد داشت، این موجب میشه که همه از خودشون به نحوی سلب مسئولیت بکنن. چند روز قبل آقای خامنه‌ای گفت که خیلی چیزای برجام اونطور که باید و ایشون توصیه کرده بودند اجرا نشده، ولی وظیفه من نیست که دخالت بکنم. از اون طرف آقای روحانی از خودشون سلب مسئولیت میکنن و میگن که خب من اختیارات کافی ندارم. این تناقض به نظر من یک تناقض اساسی است که در جمهوری اسلامی وجود داره. مواقعی که فشار کمه، وضعشون بهتره، کمتر میزنه بیرون، ولی در مواقعی که فشار اینقدر بالاست این تناقض کاملا الان میبینیم زده بیرون. ممنونم از شما آقای شریعت مداری، به شما هم خوش آمد میگم. سوال همون سوال مشترک است، از آقای مهتدی هم پرسیدم. به نظر شما آیا موقعیت آقای روحانی دستخوش تحولاتی شده؟ چون ما دیدیم که پیش از اینکه آمریکا از برجام خارج بشه ایشون تلاش کردند که نزدیکی هایی داشته باشن با سپاه. بعد از اون اما کار به جایی رسید که حتی وزیر خارجه استعفا داد. حالا استعفاش قبول نشد، اما بعد همون وزیر خارجه اومد گفت که بستن تنگه هرمز کار و تصمیم نظامی ها. آیا موقعیت متفاوت شده الان که آقای روحانی داره این حرفا رو میزنه؟ بله، علاوه بر موارد اساسی که آقای مهتدی گفتند، خب امروز اون چی که بیشتر مورد توجه آقای روحانیه این واقعیت که آمریکایی ها بارها گفتند که وزیر خارجه رسمی ایران قاسم سلیمانی است و آقای ظریف کاری نیست و ما اگر بخوایم مذاکره کنیم باید با جایی مذاکره کنیم که قدرت و اختیار داشته باشه و با خود رهبری و نمایندگان رهبری باید این مذاکره بشه. خب این برای آقای روحانی که در 2 دوره مورد مذاکره بوده، در مورد پرونده اتمی بسیار گران
تمام شده و در حقیقت به طور رسمی مورد بی‌توجهی طرف مذاکره احتمالی در آینده قرار گرفته. بنابراین دست و پا میکنه که اختیار بگیره، کما اینکه آقای ظریف در واشنگتن گفت که من اختیار دارم که اینجا این حرفا رو میزنم و این خیلی عجیب بود که یک وزیر خارجه مجبور بشه که از اختیاراتش بگه. امروز آقای ظریف در کشورهای خلیج صحبت از این میکنه که ما حاضریم قرارداد عدم تجاوز ببندیم، عدم تعرض ببندیم. خیلی اعتنا نمیشه. دلیل این عدم اعتنا مختلفه و در جای دیگری میشه بحث کرد، ولی یکی از دلایل اینه که اصولا آقای ظریف را دارای اهلیت بر چنین قراردادی نمیبینن. آقا به نظر من اون که بیشتر مورد توجه آقای روحانی است، یکی اختیارات در حیطه بانک‌ها و اقتصاد و دیگری اختیار در حیطه مذاکره است و دست و پای آقای روحانی به قدری بسته است که وقتی آقای سلیمانی فرض بفرمایید که رئیس جمهور سوریه بشار اسد رو به ایران میاره، آقای روحانی بعداً خبر میشه و آقای به عنوان تشریفات با او هم ملاقاتی میشه. بنابراین این تخفیف ها و توهین های متوالی وضع رو به جایی کشونده که ایشون اختیارات ویژه بخواد. از سوی دیگه آقای خامنه ای هم مردد چگونه تصمیم بگیره، کی طرف مذاکره باشه، میدونه که اگر جام زهری که به احتمال قوی باید بخوره، ترجیح میده این جام زهر نیابتی خورده بشه. بالاخره طرف مذاکره اگر هم سپاه باشه، در نهایت دولت رسمی باید قرارداد امضا کنه و قراردادها باید از طریق دولت و رئیس جمهوری بشه. بنابراین آقای روحانی شاید بتواند موافقت رهبری رو برای نوعی از اختیارات بگیره. البته سپاه از این هم چندان خوشنود نخواهد بود. ممنونم از شما شهید مداری. آقای محتدی، هدف چه هست؟ آقای روحانی به هر حال وقتی که این بحث ها رو مطرح میکنه، رئیس جمهور یک کشوری است، چه هدفی داره از گفتن بحث رفراندوم و بحث اختیارات ویژه؟ رفراندوم اگه قرار باشه در ایران رفراندومی بشه، اون رفراندوم بایستی بر سر اساس نظام باید باشه و تحت نظارت بین المللی، کارشناسا و ناظران بین المللی باشه. چیزی که مورد نظر ایشونه، مثلا به نظر خودشون میخوان دوباره فراخوانی به پایین جامعه، به توی جامعه، به جامعه مدنی ایران بدن. میخوان نشون بدن که به رأی مردم و انتخاب مردم توی یک معتقدن و یه رفراندوم رو برای همین پیشنهاد میکنن. ولی متاسفانه فکر میکنم این حرف ایشون الان دیگه جا نداره، برای اینکه ایشون موقعی که هنوز انتخاب نشده بودن برای دور دوم، همه دیدیم که چه صحبت‌های آتشینی علیه دخالت‌های سپاه پاسداران در اقتصاد و در سیاست مملکت انجام داد و برای اینکه رأی مردم رو جمع بکنه، ولی بلافاصله بعد از انتخابات اتفاقا نشستن و تحبیب فرماندهان سپاه پاسداران رو کرد. بنابراین در شرایط فعلی هم من نظرم اینه که ایشون میخواد نشون بده که مردم رو فراموش نکرده، رأی مردم رو فراموش نکرده. ولی میشه یه چیز گفت، ممکنه ایشون اختیارات نداشتن که در این زمینه حتما همه رئیس جمهورها گلایه داشتند، ولی مگه نمیتونستن حرف بزنن؟ جلوی دهنشون رو که نگرفته بودن. ایشون تا به حال حقایقی رو در این زمینه به مردم نگفتن و به نظر میاد که خیلی قطره چکانی و مواقعی که احتیاج پیدا میکنن به این که حالا اصلاح طلبا، جامعه مدنی به ایشون روی خوش نشون بدن، قطره چکانی یک کمی نزدیکی خودشون رو یا اعتقاد خودشون رو به رفراندوم و رأی مردم نشون میدن. اولا فکر نمی کنم چنین رفراندومی موافقت بشه باهاش. اگر قرار باشه اختیاراتی بیش از اون چه که الان دارن بهشون داده بشه، این رو از طریق و با تصویب رهبری نظام خواهند کرد.
و نه از طریق رفراندوم به هیچ نظر شما آقای محتدی مخالف اصلی رفراندوم شخص رهبریه دیگه؟ فکر میکنم همینطوره. ایشون و مراکز اصلی تصمیم گیرنده مثل سپاه پاسداران، مثل دستگاه‌های اطلاعاتی و مثل اون مراکز نیرومند اقتصادی پشت پرده‌ای که هستند، اینها به هیچ وجه نمیخوان که اصلا گفتمان رفراندوم تو ایران راه بیفته و طوری وانمود بشه که گویا جایی عامه مردم در مورد مسائل اساسی تصمیم گیری خواهند کرد. این روی سابقه خیلی بدی برای خودشون میدونن. من فکر می‌کنم خیلی خوب رفراندوم ها به شرطی که دموکراتیک باشند، اما نه، فکر نمی کنم رفراندوم بپذیرن. اگر هم یعنی نظام و رهبری بپذیره این رو، آقای خامنه‌ای نخواهند پذیرفت و اگر هم قرار باشه اختیاراتی به آقای روحانی داده بشه خودشون خواهند داد تا اینکه بذارن از طرف مردم این اختیارات به ایشون داده بشه. ممنونم از شما. آقای شریعت مداری به بحث مذاکره ها اشاره کردید، احتمال مذاکره. حالا یه سری کشورها هم در حال میانجیگری هستند، گفته میشه که دارن این کار رو میکنن. در جنبه بین المللی آیا نمایش این شکاف بین دولت و بدنه نظام پیامی داره برای کسانی که قرار مذاکره کنند یا کاربرد سیاسی داره؟ خب بسیار برای جنگ قدرت داخلی مهمه که طرف خارجی کیو برای مذاکره ترجیح بده. وقتی طرف خارجی بیت رهبری و سپاه رو برای مذاکره ترجیح داد، معنیش اینه که دولت رو هیچ کاره میدونه و بنابراین این برای آقای روحانی بسیار گران است که علاوه بر این که در داخل تدارکاتچی و هیچ کار است، اون چیزی که در خارج حداقل پذیرفته شده بود و ایشون مورد طرف مذاکره 5+1 بود دولتش با آقای ظریف، اکنون از نظر آمریکایی‌ها هیچ کاره باشه، میخواد اینو جبران کنه. در مورد رفراندوم همه چیز به اراده ولی فقیه است، برای اینکه رفراندوم بر اساس اصل 59 قانون اساسی از یک طرف 2/3 آرای مجلس رو میخواد که معلوم نیست آقای روحانی بتواند این اکثریت رو به دست بیاره و سپس طبق تفسیری که سال 1181 شورای نگهبان کرده، چون خواست رفراندوم و محتوای رفراندوم از مصوبات مجلسه، باید به شورای نگهبان بره و شورای نگهبان باید اون رو تصویب کنه. معنای دیگرش اینه که آقای خامنه‌ای باید اون رو تصویب کنه. بنابراین ایشون مسلوب الاختیاره. اگر نقشه این باشه، شاید این باشه که بخواهند مذاکره با آمریکا و نوشیدن جام زهر رو به دست مردم و طبق اراده مردم چیز کنن تا قباحتش کمتر بشه و شکستشون کمتر جلوه بکنه. شاید نقشه این رو میکشن همینطور به عنوان یک پروژه نگه دارن تا اگر لازم شد چنین کاری بکنن. شاید هم خیالات آقای روحانی است و نخواهد توانست که اون رو پیش ببره. آینده اینو نشون میده، ولی به هر صورت اوضاع خرابتر از این وضع هاست و اصولا مذاکره با آمریکا معنایش این است که جمهوری اسلامی از تونلی رد میشه که اون سوی تونل دیگه جمهوری اسلامی بیرون نخواهد آمد، یا اثری ازش نخواهد ماند، یا جمهوری بیرون خواهد آمد که با جمهوری اسلامی فعلی فرق داره و بسیار آسیب پذیرتر خواهد. آقای محتدی، شما جنبه بین المللی ماجرا چطور میبینید؟ آیا این اظهارات و نمایش این شکافی که الان آقای روحانی داره نمایشش میده بین دولت و بدنه حاکمیت پیامی داره برای جامعه جهانی، برای کسانی که دارن میانجیگری میکنن برای مذاکره یا کسانی که احتمالاً طرف مذاکره خواهند بود؟ جامعه جهانی و دولت‌های جهانی، به خصوص دولت‌های غربی، آمریکا، حتی چین، روسیه، کشورهای منطقه، همه از وجود این اختلافات عمیق و دوگانگی عمیق توی نظام جمهوری اسلامی با خبرن. سازمان‌های اطلاعاتیشون مرتباً بهشون خبر میدن، ندنم روشن تو پیش چشم همه مردم دنیا. بنابراین من فکر میکنم که آمریکایی ها و دیگران حتما سرمایه گذاری روی اختلافات داخلی خواهند کرد. من خودم نظرم اینه در رابطه با مذاکره
مذاکره یکی از گزینه‌های زیادی نداره جمهوری اسلامی و گزینه برد دیگه وجود نداره، همچین چیزی وجود نداره. باخته، ولی دارن میسنجن کدوم باخت کم ضررتره. به نظر من مذاکره یکی از اون گزینه هاست. گزینه رو در رویی نظامی که با عملیات‌های ایذایی از اون بیشتر که نمیتونه بره. این عملیات‌های ایذایی هم فشار دیپلماتیک و سیاسی سنگین داره میاره آمریکا که جلوشو بگیره تو منطقه. منظورتون مشابه عملیات‌هایی است که توی فجیره و توی عربستان و عراق بله پهپاد بدن به حوثی‌ها و اینجور کارا. این نوع عملیات‌های ایذایی و مثلا هشدار دهنده برای آمریکایی‌ها به تدریج محدود میشه. دامنه مانور جمهوری اسلامی در زمینه عملیات‌های ایذایی هم محدودتر میشه. عملیات‌های جدی که واقعا نیروهای آمریکایی رو بزنه و تلفات وارد کنه بسیار دیوانگی محض برای جمهوری اسلامی. شما ببخشید این خالی بندی های فرماندهان سپاه پاسداران رو در نظر نگیرید. اونا خودشون میدونن، آدمای واقع بینی هن، میدونن که چون این ضربه‌ای بخوان با آمریکا بزنن تلافی سنگینی خواهند دید. میمونه مذاکره، اما مذاکره فقط نشستن دوره میز نیست. آخه امتیازاتی باید رد و بدل بشه. 60-70% حتی اگر فقط 60-70% اون چی که آمریکا و جامعه بین المللی از دولت جمهوری اسلامی ایران میخواد انجام بگیره، معنیش اینه که اساس سیاست خارجیش باید عوض بشه، تعاملش با جامعه بین المللی عوض بشه، دشمنیش با عربستان و اسرائیل و غیره باید تموم بشه، باید وارد اقتصاد جهانی بشه. آیا این انتخاب رو میتونه بکنه؟ انتخابی است بسیار دردناک و همونطور که آقای شریعت مداری گفتند چه بسا جمهوری اسلامی سالم از اون طرف این مذاکرات و این سازش بیرون نخواهد اومد. ممنونم از شما آقای شریعت مداری. اگر موقعیت آقای روحانی دچار تغییر شده با این تغییرات و تحولاتی که اتفاق افتاده و به هر حال این حرف‌ها رو امروز دارن میزنن، آیا جامعه مدنی در ایران هم دچار تحول شده و این حرف‌ها چقدر همخوانند با آنچه که در جامعه میگذره و با اون تحولاتی که در جامعه است؟ جامعه مدنی ایران حساب خودش رو هم از آقای روحانی هم از نظام و از کل دولت مردان و حاکمان جدا کرده و اصولاً می‌داند که اون که اینها میکنند در هیچ جهتی به نفع اون نیست و آشکارا میگوید که مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. به معنای این که هم راه زندگی رو از اینها جدا کرده، دارای فرهنگ متفاوتیه، هم امید خودش رو قطع کرده و هم میداند که اون چه اینها میکنن در نهایت اگر پولی هم به ایران بیاد از هر $100 که میاد $80 غارت میشه و یا به خارج برای ماجراجویی های سپاه اختصاص داده میشه یا صرف ساختن حسینیه و مسجد برای لبنانی ها و سوری ها و در عراق و این بر اون بر میشه و حتی اکثر $20 به اون میرسه و این $20 هم که به اون میرسه در قبال ندانمکاری ها و اقتصاد رو به نابودی که جمهوری اسلامی داره ارمغانی برای زندگیش نخواهد آورد. بنابراین تغییر موقعیت آقای روحانی تغییری در وضع جامعه مدنی نمیده، فقط جامعه مدنی عزمش راسختر میشه که در انتخابات آینده شرکت نکنه، برای اینکه بد و بدتر عملا یکی هستند و هیچ فرقی در زندگی او نداره. ممنونم از شما آقای مهتدی. اشاره کردید به شکافی که وجود داره و گفتید که به هر حال جامعه بین الملل همین شکاف رو باور کرده و درک کرده که این شکاف هست در بدنه نظام جمهوری اسلامی. آیا برای جامعه مدنی، برای مردم این شکاف قابل استفاده است برای اینکه به مقاصدی دست پیدا کنن؟ میتونن از این شکاف استفاده کنن؟ راهی برای استفادهش هست یا خیر؟ این بحث مدت‌ها بود دیگه، 20-25 سال این بحث هست تو جمهوری اسلامی. از ابتدای حرکتی که به نام اصلاحات شناخته شد تو ایران این بحث هست. متاسفانه عکسش بوده، یعنی با ترسوندن بد از بین بد و بدتر به انتخاب بدتر کشونده جامعه ایران رو. من فکر میکنم جامعه ایران اتفاقا خیلی با سخاوت و با
مدارا با این گزینه هم برخورد کرد، مدتی این گزینه انتخاب بین بد و بدتر یا استفاده از شکاف‌های درون حاکمیت مثلا بین اصلاح طلب و اصولگرا را هم امتحان کرد. اون ما در دیماه 96 دیدیم پایان کامل یک مرحله است. آغاز این پایان رو جنبش سبز زد سوتش رو، ولی پایان واقعیش به نظر من در دیماه 96 بود. اون جنبش خیلی بزرگ، خیلی عظیم نبود، هر موردش پرتعداد نبود، ولی بسیار گسترده و فراگیر بود، هم از لحاظ اقشار مختلف اجتماعی، هم از لحاظ جغرافیایی، هم از لحاظ اتنیکی، خیلی از لحاظ سنی خیلی به گستردگی کامل جامعه ایران این جنبش نشون داد. بعد هم خیلی موارد دیگه‌ای بود نشون داد که مردم ایران، جامعه ایران و از جمله بخش اعظم جامعه مدنی به نظر من سنگاشو واکنده با جمهوری اسلامی و حساباشو دیگه جدا کرده از جمهوری اسلامی. این حقیقتی است که دیگه همه میدونن. بنابراین این شکاف‌ها در تضعیف حاکمیت مؤثره، اما به نظر من در جلب مردم به سوی بخشی از حاکمیت مؤثر نخواهد بود. ممنونم از شما آقای شریعت مداری. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که جامعه مدنی از این شکاف‌ها یا توان استفاده نداره؟ آقای مهتدی میگن که برای تضعیف حکومت این شکاف‌ها مؤثرند. نظر شما چه است؟ بله، من فکر میکنم که دیگه این نوع ایجاد شکاف، یعنی اصلاح گرا و اصولگرا، اصلاح طلب و اصولگرا، دوره استفادهش تموم شده. جمهوری اسلامی در صدده که یک بازی دیگری در بیاره و سپاه رو به دو بخش، که بخشی خواهان مذاکره با آمریکاست و بخشی مخالف با اون، تقسیم کنه و هم مردم رو هم آمریکا رو سرگرم کنه مدت‌ها که بخشی از سپاه واقع بینتره و با اینها میشه مذاکره کرد، اون یکی بخش مخالفه و در رفت آمد بین این بخش سخت جان سپاه و اون بخشی که نرم شده و حاضر به مذاکره است زمان رو بگذرونه تا دوره ترامپ تمام بشه. باید آمریکایی‌ها حواسشون جمع باشه، مردم هم حواسشون جمع باشه. این همون بازی است که در پکیج دیگری داره تکرار میخواد بشه و یک کلاه جدیده که به سر مردم و جامعه بین المللی میخوان بگذارن. سپاسگزارم از حسن شریعت مداری فعال سیاسی و عبدالله مهتدی دبیرکل حزب کومله کردستان که در این گفتگو همراه من بود.